مفتی دروغی وزارت کارهای داخلی را فاش کرد. KFC بیشکک عملیاتی دستگیری برای فلسطین. میرزیویف روی خط سیاه دینداران را احیا میکند. روز 17 اکتبر در مسجد مرکزی شهر دوشنبه رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده گفته‌های رسمی حمله به عراق که گویا از روی اوباشی صورت گرفته است رد کرده اظهار نمود که جوانی که به او حمله کرد از جمله پیروان گروه‌های اکستریمیستی میباشد. مفتی اطمینان دارد که سوءقصد به جان او از خارج تشکیل شده است. یک مجموعه جوانای کم سوادی کجفهم گویا که خدمت اسلام کردن. همین گروه های تندرو اصلشون رو ببینید مسلمان نیستن. اینا رو با واسطه اینترنت شبکه‌های اجتماعی دعوت میکنن. از پیش دیدگی نیستن همون آدمایی که اینا رو دعوت کردند و راهنمایی کردند و سفارش دادند اینا انجام دادند یا که مبلغ‌های معین وعده کردند از پیش دیدگی نیستن اصلا. پس اون اینترنت چی هست نمیدونم. اظهار داشت او. علاوه بر این در نوار 30 دقیقه‌ای که مرکز اسلامی تاجیکستان در شبکه یوتیوب نشر کرده است در پیشانی مفتی زخمی کلان دیده می شود. به خاطر چی؟ به خاطر پراکنده کردن جمعیت مسلمان. مقصد اینو همین است. همین طریق عبدالقادر زاده کاملا گفته‌های پیشتر رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را درباره اوباشی که گویا با فعالیت کسبی مفتی ارتباط نداشت رد کرد. یادآور می‌شویم که حمله روز 11 سپتامبر در حوالی مسجد مرکزی شهر دوشنبه بعد از ادای نماز جماعی رخ داده بود. اشهد ان لا اله الا الله. عیان است که مفتی عبدالقادر زاده بنابر خدمتگزاری صادقانه به رژیم رحمان و سفید کردن هر یک عملهای او از جمله منع ارزش‌های اساسی اسلامی آبروی منفی پیدا کرده است. و روزه‌شون رو میخورن و در مدتی مناسبی خوب یعنی روزه‌شون رو برای یک روز خوردگیشون یک روز قضا می‌دارن. اما مقامات نمیخواهند به ظهورات نفرت نسبت به او توجه کنند. بنابراین احتمالاً قرار نمودند که حادثه سوءقصد به جان مفتی پنهان کرده شود. دینی مبین اسلام کدام نمودی دوخت رنگ یا نمود یا مود معین کردگی نیست برای صدر. قابل ذکر است که شورای علمای تاجیکستان در سامانه یوتیوب شبکه گشوده است که در آن مفتی هفته یک مرتبه به سوالهای مربوط به موضوعهای دینی به ساکنان کشور پاسخ می‌دهد. اولین پخش با اشتراک عبدالقادر زاده روز 10 اکتبر برگزار شد. اما جالب دقت در آن است که در وقت پخش مستقیم سید مکرم تنها به سوالهای جواب میداد که توسط زنگ‌های تلفنی به او رسانیده می‌شدند. آن هم با طرزی برای پخش‌های مستقیم غیر عادی. مشکل در آن است که سوالها را تنها خودی مفتی میشنوید، یعنی به آدمان امکان سخن کردن در پخش داده نمیشد، چنانکه عادتا در برنامه‌های چنین فرمت صورت میگیرد. علاوه بر این استفاده برندگان امکان گذاشتن شرح‌ها و فکر و ملاحظه‌های خود را درباره پخش نداشتند، زیرا تگمه شرح در نوار از جانب مدیران شبکه خاموش کرده شده بودند. عیان است که مدیران شبکه خوب میفهمند که اگر در زیر نوار تگمه شرح برای کاربران دسترس باشد پیام‌های خشمگین و دشنام به سوی مفتی مثل باران می‌ریزند. پیشنهاد شدن پیشوای ملت در 500 یعنی نفرهای با نفوذ و مؤثر و مفید برای عالم اسلام و انسانیت و بشریت، یعنی پیشنهاد شدنشون و 2 بار در این روی خطی خیلی با نفوذ یعنی ثبت نام شدنشون هم دلالت به یعنی خیرخواهی و خدمت‌های شایسته این پیشوای ملت دلالت می‌کند. روز 18-19 اکتبر در شهر بیشکک قرقیزستان گروهی از جوانان در طرفخانه KFC در یکی از مرکزهای سودا نمایش اعتراضی برگزار نمودند. نوار این نمایش در شبکه‌های اجتماعی پهن شد. در نوار دیده می شود که جوانی در دست پلاکت با صدای بایکات فریاد میزند و مایع سرخی را که به خون مانند است به گرد و اطراف میریزد. دیگر اشتراک کنندگان این اعتراض در دست پلاکت ها با پرچم فلسطین را داشتند.
برند KFC در یک صف شرکت‌های بزرگ غربی قرار گرفت که به آنها برای دستگیری اسرائیل بایکوت بین‌المللی اعلان شده است. Ағайындар, ұйықтамайық. Бұлардың Палестинадағы мұсылмандардың басына туған күн бізге де туы мүмкін. Сол кезде біз бір-бірімізді қолдамасақ, біздің адамшылығымыз, Аллаға құлшылық етіп атқанымыз, мұсылманшылығымыз қайда қалды? خدمات مطبوعاتی رئیساتی کارهای داخلی شهر بیشکک اظهار داشت که جوانان بازداشت شدند و آنها در ویرانکنی در قلانه ترتیبات جمعیتی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی عیبدار دانسته می‌شوند. 18 و 19 اکتبر در یکی از مرکزهای سودای شهر بیشکک شخصان نامعلوم با دغالانه ویران کردن قاعده‌های رفتار در جایهای جمعیتی با پلاکت‌ها در دست با نوشتجات بایکوت به طلبات کارمندان محافظتی اطاعت نکرده بی‌ترتیبی کردند. آنها عملهای خود را به نوار گرفته در اکانت‌های خود در شبکه اینترنت نشر کردند. در این اساس خدمات تفتیشاتی رئیساتی کارهای داخلی ناحیه سوردلوفسکی شهر بیشکک پرونده جنایی آغاز نموده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه چاره‌بینی‌های تفتیشاتی و جستجویی کارمندان وکیده پایتخت گمانبران سال تولدشان 1995، 1998 و 2000 را معین و بازداشت کردند. سپس کارمندان وکیده پایتخت یکجای با کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی بازداشت شدگان را به خدمات تفتیشاتی رئیساتی کارهای داخلی ناحیه سوردلوفسکی بیشکک دسترس نمودند و تفتیشاتی پیشکی آغاز شد. آمده است در اظهارات وکیده. یادرس میکنیم که از آغاز قتل عام رژیم اشغالگر صهیونیستی نسبت به مردم فلسطین زیاده از یک سال پر می شود. طبق ارزیابی های حامیان حقوق شماره قربانیان علاکه از 50,000 نفر عبور کرده است که نصفی قتل شدگان کودکان می باشند. همه این در زمینه بی‌عملی خامشانه کشورهای همسایه مسلمان روی می دهد. شهروندان عادی در کشورهای گوناگون جهان کوشش به خرج می‌دهند که نوابسته از احتمال پیامدها برای خود به مشکلات توجه جلب کنند و قتل عام را باز دارند. علاوه بر این باید قید کرد که غیر مسلمانان در کشورهای غربی که به عقیده‌های سیاسی چپگرا پیروی می‌کنند در نمایش‌های اعتراضی بر ضد قتل عام در فلسطین فعالیت زیاد نشان می‌دهند. بلاگری معروفی ازبک میر رحمت مومینوف اظهار داشت که معلومات درباره جاری کردن نظارت پوره و پیگیری نمازگزاران مسجدهای کشور را در اختیار دارد. در این باره او در صحیفه خود در فیسبوک خبر داد. با کمیته کارهای دین و اداره مسلمانان ازبکستان یکجا با وزارت کارهای داخلی سپارش داده شده است که رویخط نمازگزاران دائمی مسجدها را ترتیب دهند. این قرار با افزایش رادیکالیسم دینی و معرفیت ایده‌های دینی بین جوانان وابسته است. هدف پیشگیری رادیکالیزاسیون آنها. همچنین به امامان سپارش داده شده است که جوانان را نصیحت دهند، آنها را از افراطگرایی باز دارند و رویخط نمازگزاران خشمگین را تشکیل کنند. امامان مسجدها وظیفه دارند معلوماتی از کامراهای نظارتی را به ساختارهای قدرتی پیشنهاد کنند. با امامان مسجدها همچنین سپارش داده شده است که جوانان ریشه‌دار را نصیحت کنند، ایده‌های تحمل پذیری دینی که برای مذهب آنها خاص است ترغیب نمایند و درباره وضعیت‌های مناقشه‌های دینی جهانی هشدار دهند. امامان باید رویخط علاهیده جوانان خشمگین را ترتیب دهند که به شخصان رسمی مسجد بی‌اعتنایی می‌کنند یا با تنقید سخنرانی می‌نمایند. علاوه بر این به همه مسجدها سپارش داده شده است که کامراهای نظارتی را ثبت نموده نوارهای ثبت شده را به ساختارهای قدرتی پیشنهاد کنند. به امامان یادرس کرده شد که گرچند آنها کار خود را دوست می‌دارند، اطاعت نکردن به طلبات مقامات حاکمیت به جزاها، تنبیه‌ها و دیگر پیامدهای جدی می‌آورد. qanaqa insonlar o'tiribdi parlamentda, bular bir hayotida Alloh demagan, musulmon emasmi, kalima shahodat keltirmagan. Men musulmon avlodiman,
ajdodi man demaydimi? یادآور می‌شویم که رویخط سیاه فعالان دینی از جانب پرزیدنت قبلی ازبکستان اسلام کریموف در دایره مبارزه بی‌سابقه که برای پیشگیری احیای دینی و سیاسی در کشور انجام میداد جاری شده بود. پس از به سر قدرت آمدن میرزیویف در سال 2017 او رسما رویخط‌های سیاه شخصان گمانبر در فعالیت‌های اسلامی یا محکوم شده برای آن را بیکار کرده. آن زمان با تنتنه اعلام کرده بود که از رویخط مذکور 16000 نفر خارج کرده شدند. در سال 2019 نماینده کاتب وکالتدار اوید به حقوق انسان سعید بیگ عظیموف اظهار داشت که در ازبکستان دیگر چنین حسابات فعالان دینی گذرانیده نمی شود و دیگر هیچ گونه رویخط‌های سیاه وجود ندارند. Shu yil bahor oylarida va yoz oylarining ikkinchi qismida demak qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi. ناظران قید میکنند که اگر چنین رویخط نمازگزارانی مسجدها ترتیب داده شوند و نظارت از بالای آنها جاری گردد، این عملیه معنای نه تنها بازگشت به گذشته بلکه معنای افزایش فشار به اهالی را دارد. عیان است که هدف این چاره‌بینی ها ایجاد فضای ترس در بین مردم است تا که در مجموع حضور آنها در مسجدها کاهش یابد و با این راه سرعت بازگشت اهالی به آگاهی دینی سست گردد. Постоянно тоже упрекали меня. Милиция звали. Постоянно говорили, чтобы я сняла вот это. Постоянно домой приходили милиции, из милиции. Тоже нехорошо жили. При Каримове тоже. А при Мирзиеве вообще меня всей семьей посадили в тюрьму. Пытали нас. Били, пытали.